درست است که دنیا گاهی بسیار سختگیر می شود، اما در همین سختی ها هم می توان به دنبال حل راه‌های رفت و زمینه برای خوشبختی های کوچک گذاشت. و حالا می خواهیم درباره موضوع تغییر دادن شخصیت و یا تغییر دادن فکرهای نالازم یک قصه جالب رو برایتان پیشکش نماییم. زیرا بعضن وقت فقط یک تغییر در دیدگاه و نظرمان کافی است تا انگیزه بیشتر برای انجام کارهای بزرگ و هدفمان داشته باشیم. در این داستان میفهمید که چگونه یک تغییری کوچک در نگاهمان به زندگی و اطراف تا چه حدی زیاد میتواند مؤثر باشد. خب یک مردی ثروتمند آمریکایی نقل میکند که نخستین بار به یک طربخانه خودخدمت رسانی میگه دعوت شدم. پس از منتظری های زیاد دیدم که هیچ کس نزد من نمیاد که از آن سفارش کنم، اما هر ساعت منتظر ماند، میگه هیچ کس به سراغ اون آمد. زمان گذشت و مشاهده میکرد که تمام افرادی که پس از او وارد طربخانه شدند همگی مشغول صرف غذای خود هستند. این موضوع به شدت او را عصبانی کرد و مدام به خود در حال جنگ بود که چرا در این طربخانه هیچ کس برای او احترام قائل نیست و به او توجه نمی کند. پس از گذشت مدت زمان مرد دیگری به سر میزی کنار او نشست و مشغول صرف غذای خود شد. شخصی معروف با دیدن این صحنه دچار عصبیت دوچندان شد. نزدیک میز آمد، از آن فرد پرسید برادری محترم، شما هم 5 دقیقه پیش وارد طربخانه شدید و همکنون با شوق از غذاهای رنگارنگ در مقابل شماست. اما من مدت زیادی است که بر سر این میز نشستم و هیچ کس برای تحویل سفارش من نآمد. علت چیست؟ مردی مقابل این گونه پاسخ داد که اینجا طربخانه خودخدمت رسانی است و شما می توانید به انتهای سالن مراجعه کنید، از غذاهای روی میز هر کدامی را که مایل بودید می خواهید بردارید و سپس خزینه آن را پرداخت نمایید و غذایتان را با نوش جان میل کنید. در واقع در این طربخانه همه چیز در اختیار شماست. فردی معروف با شنیدن این جمله کمی تکان خورد و به فکر فرو رفت. نهایتاً به این نتیجه رسید که زندگی مانند یک طربخانه خودخدمت رسانی است و همه چیز برای لذت بردن مهیا است. اما متاسفانه بیشتری مردم آنقدر محو تماشای خوشبختی دیگران هستند که فراموش میکنند هر آنچه دیگران از آن بهره میبرند میتواند در اختیار آنها نیز باشد. بنابراین بهتر است در زندگی به جای یک جانشینی و عصبانیت به فکر این باشیم که قدم برداریم و سپس از بین شرط‌هایی که برای ما مهیا می شود و هدیه‌هایی که زندگی در اختیار ما قرار می دهد همه چیزهای مورد علاقه خود را برداریم و از آنها لذت ببریم. باوری کامل داریم این نواری ما برای شما پسند آمده باشد و لایک و کامنت ها را فراموش نکنید. با مرکز خیرات بمانید.